امیدوارم همه کسیت تنسیت و سلامت هستید. امروز در ناحیه عینی در دهه زوسون یک نابغه تاجیک رو برایتان معرفی می‌سازم و نام نقیبخان طغرل احراری هستند. به‌نهایت شعرهای نوشتگی است که در سطح بیدل معرفی کرده میشن. همیشه در تلاش و در جوش خروش دایره زرافشان بر این تلاطم داشتن اشعارش. از این خاطر شما اگر که در دایره اشعار آن همین نابغه تاجیک معلوماتی نداشته باشید، در تمام شبکه‌های اجتماعی وجود دارند. از آن جمله بهترین کتاب‌های این نابغه ایام در کتابخانه ملی ما قرار دارند. اینجا قرار دارند اسمت الله نورزاد. خب شما از بس که روزنامه‌نگار هستید در دایره ان همین نابغه ایام ما، در حقیقت ما افتخار میکنیم از این نابغه ها. چی گفتنی هستید در دایره همین نابغه؟ نقیبخان طغرل احراری یکی از زمره آخرین نمایندگان آخرین شاعران کلاسیک تاجیک به حساب می روند و یکی از برجستگی آثار این نابغه پیش از همه در آن است که در پیروی بیدل میرزا عبدالقادر بیدل فعالیت نموده ایجاد کرد و تا درجه با اشعار بیدل فرو رفت که حتی بعضا غزل های دارند که در سبک بیدل است و کس در وقت سرودن این غزل ها، وقتی از بر کردن آنها با گمان میکند که غزل ها از بیدل باشند. در همین دایره شما چی میدونید؟ من راستش بگم درباره نقیبخان طغرل احراری یک تا مقاله بسیار خوب برآورده هستند در حجم یک صفحه گزیت سمک به برآمدگی با نام طغرل اوج سخن. این سالی چنده استاد؟ 150 سالگیشون سال 2000 دو سال سه سال پیشتر بس 2020 150 سالگی طغرل با یک تا مقاله برام با نام طغرل اوج سخن که در همونجا تمام فکر شخصی خودم من نوشته گستم و بعد با یک تا شعر من درباره حضرت طغرل نوشته گستم که این بسیار خوب برآمده است. و برجستگی دیگر این نابغه وادی زرافشان شاعر بسیار شیرین کلام نقیبخان طغرل احراری باز در آن است که بسیار یک جسارت فوق‌العاده داشتند و در مبارزه با بی‌عدالتی بسیار استوارانه گام ها برداشته برای حفظ هویت ملی خویش بسیار مبارزه های شدید و به امان بردند. و یک چیز بسیار خوب نقل میکنم بار در خانه خودم استاد جورویگ مهمان بودن، جورویگ مرادوف مهمان بودن. همین یک سخن تاریخی عجیب گفته هستن که من تمام از آسیای میانه حضرت بیدل بار اول من زیارت کرده هستم. استاد جورویگ گفتن؟ خب از آسیای میانه حضرت بیدل من در هندوستان رفته زیارت کرده هستم. از آسیای میانه بار اول من زیارت کردم. در سر قبر بیدل داد گفتم که اه خدا، این حضرت طغرل همه خدمت کرده، داد گفته همه اشعارش به شما بخشیده شد، حتی نتوانست از آمدن شما زیارت کردن که من به خداوند دست داد که من رفته از آسیای میانه رفته زیارت کردم. ما امروز خوشبخت هستیم که من این اسمت الله نورف خطی یک شاعر هم روزنامه نگار تلویزیون جهان نما، من خودتون یکی از روزنامه نگارهای و من یک آموزگار آمده همین نقیبخان طغرل احراری زیارت کرده استودیم. به سبب نیست که بعضا از جانب اجنبیان اغواگرانی که در همان سالهای در عصر بیستم با تهمت‌های
به اساس این شاعر توانا را توانستند تا اندازه ملامت کنند و از تیر یک اجنبی بیخلف در انمین لب دریای زرفشان استاد تغرل جان دادند. بعد از 14 شبانه روز جسد آنها را بعداً برآورده به خاک سپاریدند و با ابتکار اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان، انا با گذشت سالهای زیاد از نو نفوذ و مرتبه این شاعر توانا میان جامعه از نو احیا گردید و مجسمه این شاعر در دهه زاسن ناحیه عینی که زادگاه شاعر به اسلام می رود قامت افراخته است که امروز هزارها آدمان مخلصان شاعر آمده در اینجا زیارت میکنند و از آثار پرغناوت این شاعر توانا بهره میبردارند. و از جمله من هم یک غزل در وصف استاد گفتگی هستم که فریاد نام دارد و وابسته به انمان از تیر ناحق کشته شدن انمین شاعر توانا بخشیده شده است. و امروز ما قرار داریم در نزد پیکره استاد، نزد آثارخانه استاد و گمان میکنیم که تمام دوستداران کلام بده که علاقمندی دارند به اشعار این شاعر توانا میتوانند به نمی دهه زاسون آمده دیدن کنن از نزدیک به اشعار ایشان از آثارخانه دیدن نمایند و به خود بهره های زیادی بردارند. و در آخر چی گفتنی هستم؟ در آخر گفتنی هستم من میخوام که همین خیل نابغه ها، همین خیل این آدم قریب که ادبیات آخرین شخصی ادبیات کلاسیک هستم، بعد همین نقیب خان تغرل، بعد ادبیات معاصر تاجیک رفتگی است استاد صدرالدین عینی. استاد صدرالدین عینی با حرفای زرین نوشتگی هستن همین در کتابشون، در یادداشتشون که نقیب خان تغرل یکی از شخصیت‌های یکی از غزلسراهای عصر 19 آخری عصر 19 و اول عصر 20 به شمار میرفت که این قریب که هیچ کس نکرده است. و در آخر در جنبست سخنم میگن که ای فلک داد از جفایت در چه حالم کرده، راست بودم چون الف مانند دالم کرده. و آخران مصرعی تغرل هست که تغرل افج سخن از چمنستان کیستی و بگذار همین نابغه ها در جهان معرفی گردم. زنده باشد استاد. ای تغرل افج سخنان از چمنستان از گلستان کیستی. ها استاد زنده باشد. ای تغرل افج سخن از گلستان کیستی یا از چمنستان کیستی. همین خیلی فهمیدگی بودیم. ای غنچه خندان من از بوستان کیستی. درست استاد. اینجا برای چی استاد اگر شما معلومات داشته باشید همین شعر تغرل تا جای من میدونم در برابر شعر استاد عبدالقادر بیدل میدونم. برای آن که یک طرف استاد خوب از نگاه من همین که برای آن که داد سخن گفتگی دادی سخنان افج سخن خودشون گفتگی تغرل افج سخن که همین یعنی در بغیر از آن که و این آدم از گذشتگان این آدم بزرگم، گذشتگان این آدم خواجه احرار ولی یکی از شخصیت های بایترین آسیا میان هم گویم خطا نمیکنیم. گذشتگان این آدم هم گین هم گین بله گین بله همین خیل آمدگی بعد همین خیل وای کرده همین خیل در همین در جاده شاعری بهترین شخصیت هم گویم خطا نمیکنیم. بهترین شخصیت عصر 20 دو عصر در بر میگیرن 19 و 20 19 و اول عصر 20. سلامت باشید بعد استاد. کشنده حضرت تغرل که حضرت تغرل بدنام میکنن که همین خیل گویا که یک اسب
تیر برده به بازمشی داده که این بالکل خطا هست. انا کشنده حضرت توغرال شتین پروخور شتین ایوانویچ تی در حبس همه آدم فرمان میتید، اما فرمان با خودش اجرا میکند. بعد 2 روز پس حبس میگیره. همه شتین در حبس در شهر پنجکن هم در داخل حبس خودش هلاک میشود. همه کشنده کی هلاک میکنه؟ خودش هلاک میشود. خودش هلاک میشه. هم در حبس. یاران خدا خدا نباشند لیکن زی خدا جدا نباشند. زنده باشه دوستان زیاد. دوستان عزیز، تو اندازه‌ای که من میدونم پیش از مرگشون ایشون نقیبخان توغرال خوب میبینن که گویا اناری رو میغوجند و آب همان انار بر زمین میریزد. گویا یک چند خش اقربایشون رو از اون جمله برادرشون رو در نزدشون دعوت میکنن، میگویند که من ممکن یک روز پس یا یک روز پس دیگر از بین روم و همین طور هم میشود. بعد از همین خوب رو دیدن و تعبیر خوب رو با دیگرها نقل ساختن و نو گفتن با اعضای اویلا، در حقیقت خواجه احراری ولی در دهه زوسون ناحیه عینی در نزد رودی زرافشان کشته می شود. شما نیز می توانید که با اینجا آمده از این نابغه ایامی ما که 2 عصر رو در بر میگیرد دیدن سازید. ما با امر تقدیم تصادف به اینجا گذاشتیم، لیکن انشاءالله در نقشه هست که اگر سفر من بعدی در اینجا سر و سیمگی نباشد نیز ما حرکت میکنیم که در دایره همین نابغه ایام با شما معلومات های صحیح و پره پیشنهاد کنیم. خدا حافظ. گورشونه انا این گوری نقیبخان توغرال